درونگراها تو قیافن همش، بعد 99% افسردن، مریضن. یک درونگرا اگر با تو حرف نمیزنه با تو حال نمیکنه، اصلا با هر کسی حال نمیکنه. اینقدر اینا احساسات قوی دارن از نظر فرکانسی، متوجه میشن وقتی یک آدمی باشون حرف میزنه در چه سطحیه. رفیق بازی نمیکنن، عموما تنها هستن، دنبال راضی کردن همه نیستن. رفیقای خیلی خوبی هستن، یعنی با هیچ که حال نمیکنه با یکی رفیق بشه تا تهش باش میمونه. مسائل رو از زوایایی میبینه و آنالیز میکنه که اصلا تو توان فکریشو نداری. در ادبیات، شعر و هنر اینا بسیار آدمای موفقی هستن. معمولا آدمهای درونگرا حرف نمیزنن، ولی اگر حرف بزنن فن بیان خیلی خوبی دارن. یعنی خیلی وقتا یه درونگرا وقتی وارد یک جمع میشه همه ممکنه باش حال نکنن، بگن چقدر اخمو قیافه گرفته. قیافه نگرفته، خجالتش رو پشت اخم داره قایم میکنه. بیزینس و اینا خیلی موفق نیستن. شما راحت میتونی بکنی تو پاچش، یعنی واقفه که داره میره تو پاچش ولی حال و حوصله نداره باید بحث کنه. نه اینکه خنگه ها، اصلا حال نداره، اصلا حال و حوصله نداره که به تو بفهمونه که آقا من فهمیدم تو داری میکنی تو پاچم. این از هوش بالاشون میاد اتفاقا.